سوال اول همین که استاد شخصی که استاد از 3-4 دقیقه پیش از اذان روزش رو میکشه استاد چه حکم داره استاد؟ آیا روزه وای قبول نیست استاد؟ سوال اول. 3-4 دقیقه از آن مراد از اذان اگر مؤذن اذان در وقتش گفته باشد، یعنی حالی 3 دقیقه به وقت افطار هست و این بنده روزش رو کشیده باشد، روزش باطل کرده است. 1 دقیقه پیش هم کشد روزش باطل میشد و اگر قصدن این کار کند گناهکار میشد. اگر سهوا این کار کرده باشد، فکر کرد که وقت افطار شد، این آدم 1 روز بعد رمضان قضایی داشته میتید. در 2 حالت قضایی داشته میتید، لیکن برای قصدن کردگیش گناهکار میشه. استاد تشکر استاد. بله این در صورتی که مثلا وقت افطار شد و مؤذن اول شکمش سیر کرده بعد از اون گفت بدی 3 دقیقه مثلا، در این حالت نه، این کار باید مؤذن نکند. مؤذن باید اول از آن گوید بعد افطار کند، یعنی حقوق مردم رو از حقوق خودش بالا داند. اول از آن گوید بعد افطار کند مؤذن.